سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. این روزا چون اکثر بچه‌ها در مورد پنل‌های صنایع علیرضا خیلی کنجکاو بدونن، دوست دارن باهاشون ربات بنویسن، من تصمیم گرفتم تو این قسمت در مورد API پنل صنایع صحبت بکنم که البته با پنل علیرضا تقریبا ساختارشون تقریبا یکیه دیگه. توی خود صفحه گیت هابشون در مورد API شون یه توضیحاتی نوشتن. مثلا نوشتن که باید چجوری به کدوم لینک URL ریکوست بزنید که لاگین بشید. یه سری چیزهای دیگه اینجا توضیح دادن، اما یه سری چیزها اینجا نامفهوم بود که من داشتم موقع کار با این پنل توی پروژه چک میکردم. میخوام اون رو بهتون توضیح بدم که شما یکم بیشتر دستتون بیاد. یه توضیح کوتاه بهتون میدم. من یه سری کد اینجا نوشتم که وقتی ویدیو زیاد گرفته نشه، اینجا لایبرری ریکوست رو ایمپورت کردم برای درخواست دادن به صفحمون. این همون URLی که توی APIش هم نوشته دیگه. الان بهتون نشون میدم. نگاه کنید، اینجا نوشته هر چیزی که اون لینک اصلیتون هست به اضافه لاگین اگه بزنید پستش بکنید با یوزرنیم و پسورد، من نهایتا شما رو لاگین میکنم و اگر به این URL ریکوست بزنید من لیست این باندایی که دارید رو بهتون برمیگردونم. همین دوتا رو اول تست میکنیم، بعد بریم در مورد ادامهش صحبت بکنیم. اینجا اول در مورد همین لاگین کردن صحبت بکنم. اومدم گفتم یوزرنیم پسورد اینه، URL هم که طبق گفته خود API من دارم انجام میدم. اینجا اومدم گفتم ریکوست از سشن رو رکتم تو اس یه چیز متغیری که دست خودتون هرچی میخوان توش بزنید. این سشن رو برای چی ایجاد میکنم که وقتی لاگین میکنم تو این اس ذخیره بکنم، هر بار که دارم به لینک های مختلف ریکوست میفرستم لازم نباشه که این یوزرنیم پسوردم پاس بدم، مثلا همون که تو مرورگر لاگین میشین دیگه نیاز نیست که هر دفعه یوزرنیم پسورد بدیم. پایینتر اومدم گفتم این سشنی که ایجاد کردم پست کن، URLی که اون بالا دادم و دیتا رو به صورت جیسونی براش فرستادم و تایم اوت هم گذاشتم رو 5 ثانیه که اگه به هر دلیلی لاگین ناموفق بود ارور بده، ارور تایم اوت بده و بیاد بیرون. پایین گفتم استاتوس کد به من نشون بده و بگو که پیامی که داره به من نشون بده چیه. من یه بار همینو پرینت میگیرم. خب میبینی که اینجا نوشته که URL ما که من اینجا پرینت زده بودم URL ما نشون بده که نوشته این لاگین، پاسخ که برگردون 200 و پیام ساکسس رو به ما برگرد. این پیام ساکسسی که اینجا میبینیم و این 200 رو الان میخوام بهتون نشون بدم که تو پنل کجاست. توی پنل اگه کلیک راست بکنید روی مرورگر همتون دیگه انسپکت المنت رو احتمالاً بدونید کجاست و بلدید توی تمام مرورگرها هستی. اینو وقتی بزنید یه صفحه همین چیزی باز میشه. اینجا ما به بخش نتورکش نیاز داریم. اینجا بخش نتورک نوشته که اگر البته صفحتون اینجوری جمع باشه این نتورک ممکنه بره این گوشه وایسا دیگه. به هر صورت من یه بار دیگه رفرش میکنم ببینید چی میشه. ببینید اینجا لیست رو به ما داده و اینجا یه دونه هدر داده، پریویو داره. این هدر و پریویو اون چیزی که اونجا تو تکست میکنیم این پریویو هست و اون ریکوستی که میزنید تو هدر است. من اینجا براتون بیارم ببینید چه جوریه. خب ما یه سری چیزایی که توی API نیست و میتونیم از قسمت نتورک بخونیم. الان بهتون میگم دقیقاً چیه. الان این باند مثلا توی خود API هست ولی من میخوام از این شبکه استفاده بکنم، از این قسمت نتورک استفاده بکنم. میبینی که اگه بخوام به لیست این باندم دسترسی پیدا بکنم در قسمت هدرش اگه برم میگه URLی که میتونی بهش ریکوست بزنه اینه. من عین همینو کپی میکنم میارم اینجا، اینو میبندم و میگم که این باندای من، حالا به نوشته‌هاش دیگه دقت نکنید، من فقط میخوام که بهتون نشون بدم چجوریه و دقیقا از همین حالت استفاده میکنه. همونطور که گفتم دیگه نیازی نیست که یوزرنیم پسورد بدیم. من اینو میبندم و بهش جای اون URL بالا اینجا این باندز رو میدم و میگم همینو برس تو رز و نهایتا واسه من بیا استاتوس و تکستش رو بیار. اینو من کامنت میکنم که توی پرینتمون نه. دقیقا همینو من کپی کردم گذاشتم اینجا و پست فقط دارم میزنم و اینجا من رانش میکنم. میبینید که این پایین درخواست ما رو ساکسس داده و یه سری اطلاعات دیگه برام نوشته. این اطلاعات به صورت استرینگیه. شما باید اول اینو به صورت اون جیسونی دیکشنری که خودتون میخواین در بیارید. من اینجا لایبرری جیسون رو لود کردم و اینجا اینو میذارم get in bond
که پایین میام از متغیر اینباند واسه اون اطلاعاتم استفاده کنم. حالا میگم به نوشتار زیاد دقت نکنیم، من زیاد دقت نمی کنم به چیزی که دارم می نویسم. حالا اسم متغیر دیگه اینجا میگم لود کن چی رو؟ همین ریسپانس دات تکست ما که اطلاعاتمون هست و به صورت جیسانی به ما بده. حالا طبق اون پرینتی که هست من یه بار دیگه بهتون نشون بدم. من اگه بخوام به اطلاعات این باندم دسترسی پیدا بکنم، مثلا من میتونم بگم که اینجا آبجکتم، اینجا چون یه لیست صفرش آیدیش میشه این باند آیدیم، پس من اینجا میام میگم که این باند آیدی من مساوی با چیه؟ این باند آبجکتش صفرش چون لیسته و توش آیدی رو من میخوام. این باند آیدی من و نهایتا پرینت میکنم همین این باند آیدی رو اینجوری میزنم توی اینم که توی پرینت نشون بده و این باند آیدی رو من میخوام. بسیار خوب، من اینو دوتا رو کامنت میکنم که اینو به ما نشون بده. و مثلا چی رو میخوام دیگه؟ میتونم مثلا اینجوری هی جلو برم، مثلا برم قسمت کلاینت استاتوس، مثلا ستینگش رو بگیرم، ایمیل هامو بگیرم و بذاریم مثلا نمونه چی رو اینجا پرینت بگیرم. خب همین کلاینت استاتوس هم مثلا من پرینت میگیرم، صرفا فقط پرینت میگیرم که شما ببینید. میخوام یه چیز خاص رو فقط پرینت بگیریم، میگیم این باند من آبجکتش رو میخوام صفرش و اینجا کلاینت استاتوس رو میخوام. همین رو پرینت بگیرم ببینیم چی میشه. اصلا ران بکنم. خب اینجا دیدین که چی شد الان؟ این باند منو پرینت گرفت، گفت این باند 4 و این هم کلاینت استاتوسشه که همین رو دوباره من میتونم توش بچرخم و مثلا اینجا ایمیلمو داده، اینکه انیبل هست داده و اینجور چیزایی که اینجا میبینید توی API هست. من نمیخوام اینجا در مورد چیزایی که توی API هست صحبت کنم، در مورد چیزایی که توی API نیست رو میخوام صحبت بکنم. بحث اصلی من کار کردن با این بخش نتورکه. مثلا شما وقتی میخواین یه دونه اکانت ایجاد بکنید، توی API ننوشته چی چیزی باید بهش پاس بدید، اینو باید از تو نتورک ببینید. چجوری؟ ما اینجا یه اد کلاینت میزنیم و میبینید که ایمیل اینا مهم نیست، فقط من اینم میذارم مثلا 1 و اینم حتی اینجوری میکنم. وقتی من این اد کلاینت رو میزنم، میخوام این ور تو شبکه رو توجه بکنید. شما وقتی اد کلاینت میزنم میبینید یه دونه اد کلاینت اینجا اضافه شد. به ما میگه که من به این آدرس ریکوست دادم که توی API هم هست اما نگفته دیتاش چیه. دیتایی که ما میخوایم چیه؟ دیتاش این پایینه نوشته ریکوست دیتا مساوی با اینی که میبینید اینجا. بیاین همین رو بزنیم و یه دونه اکانت ایجاد بکنیم توی این باند رو ببینید چجوریه. ما میگیم از کلاینت مساوی ریکوستی که باید بهش بزنیم اینه. چه دیتایی باید بهش پاس بدیم؟ دیتا رو دقیقاً از همینجا کپی بکنیم. فقط یه نکته داره که الان خدمتتون میگم. اینو من دقیقاً کپی میکنم. البته خب کپی پیست نکنید و اینجوری بنویسید قشنگ، ولی حالا کپی پیست بکنید کم تنظیمش بکنید بد نیست. و من میگم آقا دیتایی که من میخوام پاس بدم مساوی با اینه. یه سری ایرادات اینجا میگیره که شما باید درستش بکنید. مثلا اینجا یه کاما کمه، وقتی توی دیکشنری میخوام بدیم باید اولش یه دونه اینجوری بذارید، آخرش هم یه دونه اینجوری بذارید که دیکشنریتون درست شه دیگه. بعد اینجا اینجوریش بکنید، این آیدی رم اینجوری بکنم دیگه. ارور دارم این ترو هم که تروی اینجوری نیست، باید بطور استرینگی در بیارم، استرینگش میکنم. و همین من فعلا میخوام همین رو پرینت بگیرم، یعنی ریکوستش رو بفرستم ببینم درست میشه یا نه. دوباره مثل قبل میگم res s.post و اد کلاینت میخوام این دفعه ریکوست بفرستم و میگی که دیتا چیه؟ دیتای من اینه. این دیتا رو میخوام بهش پاس بدم، بگم آقا اینو واسه من ایجاد کن ببینیم که چی میشه. من پرینت میگیرم res.status code و
تکستشو که ببینیم پیامی که به ما میده چیه. اوکی، سیو میکنم و ران میکنم. خیلی خب، اینجا این پرینت هایی که این بالا هست باید برمی داشتم، این دوتا رو بردارم که شه. به ما یه اروری داد اینجا که میخواستم ارور رو بگیرم که بهتون میگم قضیه چی. ببینید اینجا وقتی ما میگیم به صورت جیسون دیتا رو برگردون، این میاد این پرانتز این آکولات رو میگیره و این آکولاتی که آخر زدیم میاد این تیکر رو میگیره. اما توی خود ستینگ هم دوباره ما یه دونه دیکشنری داریم و توش دوباره دیکشنری داریم و اینها میاد دچار ارور میکنه قضیه رو که اونا رو تبدیل نکردی، فقط ما این اولیه رو تبدیل کردیم. این جیسون دیتا فقط اولیه رو تبدیل میکنه، بقیه رو تبدیل نمیکنه. خب من اینو بهتون میگم چیکار بکنید، اما قبلش بهتون بگم مثلا اینو شما چجوری میتونید خودکار ایجاد بکنید. اینو اینجوری میتونید ایجاد بکنید. یه لایبرری هست که دستش در نکنه، یکی نوشته به نام UUID و ما میایم مثلا میگیم که کلاینت آیدی ما مساوی با str UUID.UUID4. این شماره هایی که اینجا نوشته من تک تکش رو پرینت کردم و فهمیدم UI4ش اینی که این حالتیه که اینجا نوشته بود. بنابراین من الان میتونم جلوی آیدیم به جای این آیدی بذارم این کلاینت آیدی که اینجا ایجاد شده. بسیار خوب. ایمیل هم میتونم رندوم ایجاد کنم، چون قبلا تو ویدیوهای اخیرم رندوم بهتون یاد دادم. اینجا فقط من یه اسم مستقیم میزنم که شما ببینید، پایتون 3 مثلا تست میزنم که شما ببینید. بقیه چیزایی که داره بلا نمیخوام توضیح بدم توی این ویدیو که طولانی نشه. اما در مورد اون مشکلی که الان بهتون گفتم، ایروری که داد چجوریه، من این رو اسمشو تغییر میدم به نام settings که این ستینگ رو بریزم تو این و اینجا میام به جای اینکه این کار رو بکنم یه دونه پارامز ایجاد میکنم، میگم پارامترها آکولات باز بسته. این آیدی که ما بالا گرفتیم که خودش تبدیل اصلا نیاز به تبدیل نداره، اینجا رو همونو دقیقاً کپی پیست میکنیم. ولی این آیدی که اینجا نوشته 4 رو باید از یه جایی بگیریم. ما قبلا اینجا این باند آیدی مون رو از این طرف گرفتیم، پس اینجا به جای 4 ما میتونیم همون این باند آیدی که اون بالا گرفتیم رو بذاریم. میام پایین‌تر. حالا باید این ستینگ هم بهش بدم. من دقیقاً همین ستینگ رو کپی میکنم میارم اینجا، حتی توی به صورت استرینگی اینجا 2 نقطه میذارم و این ستینگ دیگه از اینجا پاک میکنم. اینم پاک میکنم. خیلی خوب. و یه دونه آکولات اینجا اضافه است پاک میکنم، از آخر میدونه اضافه است پاک میکنم. فقط این کلاینت توش بمونه. ما این ستینگ داریم اینجا بهش میگیم که ستینگ ما چیه. اینجا چیکار میکنیم؟ اینو خودمون با جیسون میایم اینو انکدش رو انجام میدیم. میگم انکد کن چی رو؟ این ستینگز رو که اشتباه هم نوشتم دی داره آخرش، چرا ستینگز، حالا شما ببخشید اگه اشتباه، آره اینجوری میگم ستینگ منم اینه، آیدی من اینه، ستینگ من اینجوریه، میرزم اینجوری توش که دیکود شده باشه. حالا من میام اینجا جیسون منو دیگه اون پارامز رو من میدم، به صورت پارامز بهش میدم و حالا میگم به جای اون این رو بیا انجام بده. حالا دوباره میام رام میکنم ببینیم که چی میشه. خب اینجا واسه ما این دفعه true داد، اروری نداد و بریم ببینیم که چی شد. یه رفرش میکنم که ببینیم چی میشه. خب این باندمون رو باز میکنیم. آره اینجا یه پایتون تست میبینیم که اینجا هست و اطلاعاتش هم که طبق اون چیزی که ما ایجاد کردیم اینجا اومده. خب توی این قسمت فقط صرفا میخواستم یه دموی کاری باشه با API پنل سرایی، صرفا جهت اینکه این قسمت نتورک رو بهتون یاد بدم برای کسایی که براشون سردرگمی ایجاد شده بود که توی API اینا رو از کجا بیارن دیتاشو. این رو اینجوری میتونید
دیتاشو بگیرن. حالا اگر علاقمند بودید توی کامنت بهم بگید که در آینده چه چیزایی میخواین از این روش از API پنل ها بهتون آموزش بدم که همونا رو بهتون بگم در قسمت های دیگه و به صورت پیشرفته تا همینجا کفایت میکنه و خیلی مراقب خودتون باشید و روزگارتون خوش.